برای یک لحظه شده خواهر عزیز چادر حیات اثر رو میپرتونه. برای یک ساعت شده امروز تو بروک و کرته بچگانه میپوشی، از خدا نمیترسی، پیشگاه خدا ده نمیره. حضرت میگوید برای یک دم ساعت نفروشیم، ساعت نفروشیم، دنیای ابدی را نفروشیم. ببین دنیای بقا را نفروشیم. دنیاتون دادرای عزیز خوانین، تعلیم گیرین، رفتد دانشکده های عالی ده خوانین، همه شرایط برای خودتان مهیا کنین، لکن خدا و آخرتتان فراموش نکنین. از خدا و آخرتتان دور نباشین دادرای عزیز که بسیار به خدا قسم شما بای میدهین، مغلوب میشوین. میگوید شاعر که هر کی در دنیا نرفتی بر صراط مستقیم، در قیامت از برای جای تشویش است و بیم.